سلام عرض میکنم به دوستان بینهایت عزیزی ما، به کاربران رادیوی آزادی و به همه اون بیننده گرامی که حالا ما رو تماشا دارند. و چون همیشه در همین وقت و در همین دقیقه ها من تلاش میکنم که در چند دقیقه شما رو با سرخط خبرهای تاجیکستان و جهان آشنا کنم. اون حادثه هایی که یعنی این لحظه ها در تاجیکستان میگذرد، در دنیا میگذرد و مثلا نمیتواند ما و یا که شما رو در کنار بگذارد. البته تشکر میگم که ما رو دائم پیگیری میکنید و حالا ساعت با وقت پراگ 9:56 دقیقه است. البته ما 4 دقیقه پیشتر از وقت معمولی شروع کردیم، ولی باوری دارم که چون همیشه شما ما رو همراه هستید و انتظارید که بشنوید که چه خبری مهم داریم که ما به سهم شما میرسونیم و این خبر گزارش رو بعدا شما میتونید با تفصیل بعد از 3 ساعت دیگر یعنی در پخش مستقیم در آزادی ویدیو یوتیوب که کانال مخصوصی ما در یوتیوب است در برنامه خبری تماشا کنید، چون همکاران ما حالا زحمت کشیدند و چند خبر و گزارش‌های جالب رو تهیه کردند که به سهم شما برسونند و البته اون رو من برای شما تقدیم خواهم کرد. باز اسم دلاور گلوف رسانه‌ای می شود. خبرگزاری آزیا پلوس میگوید این بار یک کارمند وزارت کارهای داخلی لطوکوب شده است و پسر سابق وزیر صنعت در این قضیه دخل داشته است. خادم انتظامی در بیمارستان است. دلاور گلوف در بازپرسی. موضوع همکاران ما هم تحقیق دارند و تو برنامه خبری تفصیلات رو به شما میرسونیم. البته باید گفت که صبح امروز خود گلشیر علی در صحبت با همکاران ما درستی این خبر رو رد کرد. به هر حال ما میبینیم که تحقیق همکاران ما در چند ساعت دیگر چی نتیجه میدهد تا اینکه خبر دقیق را به سهم شما برسانیم. در جایی که خود را ثبت نام میکنید آنجا باید خوب کنید. رئیس روسیه قانونهای مهاجرتش را طوری تغییر داد که من بعد مهاجران تنها در جای خود را باید ثبت نام کنند که واقعا در همانجا به سر میبرند. تا کنون بیشتری از مهاجران تاجیک خود را طبق نشانی کاردهندگانشان ثبت نام کرده عملا در دیگر جای زندگی میکردند. این افغانی با بود و باش مهاجران تاجیک مثلا در روسیه چه تاثیر خواهد کرد، جنبه های این مسئله را در برنامه همراه با شما مطرح خواهیم کرد. رجب طیب اردوغان ارمانهای خود را پیاده میکند. دیروز بعد یاد کردن سوگند رئیس جمهوری و کاملا بعد از گرفتن حکومت اجرایی، پرزیدنت ترکیه دامادش را به حیث وزیر مالیه و خزینه داری دولت اعلام کرد. در ضمن رجب طیب اردوغان بیش از 15 سال است که قدرت را در ترکیه در دست دارد. با از بین بردن مقام نخست وزیر در ساختار سیاسی نوی ترکیه او از صلاحیت‌های گسترده برخوردار می شود که هیچ یک از پرزیدنت‌های پیشین نداشتند. دستور را دادند اما عملی شدن مشکل زا نمی شود. منظور یکرنگ کردن بمبپوش خانه های ساکنان تاجیکستان است که چنین طلب را مقامات کشور در میان گذاشته است. ساکنان میگن البته آنها جانبدار زیبا شدن سیمای ظاهری کشور هستند، اما از کدام حساب؟ عجب مردمی که به قول خود آنها چنین امکان را ندارند. همراه با شما میبینیم که در صحبت با همکاران ما ساکنان دوشنبه درباره این اقدام چی میگن. هوای گرم حکم میراند در تاجیکستان که حرارت هوا بیش از 40 درجه است. از این گرمی شدید که برد میکند و کی در کجا خود را پنهان مینماید. در این باره گزارش پیشنهادی شما میشد و البته همراه با این خواهید فهمید که حالا در وادی ها و مناطق کوهستانی تاجیکستان حرارت هوا به چند میرسد و در چنین هوا باید چیکار کرد. خب با دوستان عزیز این تنها چند از خبر و گزارش‌های ما بود که حالا من به سهم شما آن را به طور مختصر رساندم و البته انتظارات آن را دارم که شما ما را در برنامه خبری در پخش مستقیم همراهی میکنید و حتما که نظر و خبرهای خود را نیز که شما در دست دارید با ما در میان میگذارید تا ما من بعد آن را دنبال کنیم و فراموش نکنید که شما هر نوار و هر عکس و یا خبری که دارید میتونید در طریق شبکه‌های اجتماعی که رقم آن در وبسایت ما www.azadi.org است بفرستید. ما همه اون را حتما پیگیری میکنیم و تلاش میکنیم که با دیگر بیننده و شنونده رادیوی آزادی در میان بگذاریم و البته با امید همکاری بیشتر و با منتداری از همه شما که با رادیوی آزادی اخلاص دارید و دائم خبر و گزارش‌های ما رو انتظار میشوید و حتما که بعد هر یک خبرهای ما شما نظرهای خود و شرح خود را
در پایان این خبرها می نویسید و فراموش نکنید که ما همه اون رو می بینیم و هر یکی شما رو در الهیدگی دوست می داریم و به هر یکی شما ما احترام قائل هستیم. خلاصه من شما رو بعد از 3 ساعت دیگر در پخش مستقیم برنامه خبری رادیو آزادی در آزادی ویدیو کانال مخصوص رادیو آزادی منتظر هستم.